با توجه به تمرکزی که ما همیشه رو اعمال زیبایی یا سرطان پستان داشتیم، معمولا کمتر فرصت شده که راجع به اعمال زیبایی شکم در اینجا صحبت بشه. حالا در حد حوصله، در حد چند دقیقه من خواستم نکات مهمی که در رابطه با اعمال زیبایی شکم وجود دارن اینجا توضیح بدم. الان چندین ساله که افرادی که میخوان جراحی‌های کشیدن پوست یا تامیتا یا ابدومینوپلاستی انجام بدن، حتما انجام لیپوساکشن جزو جدایی ناپذیر این اعماله. میشه لیپوساکشن رو به تنهایی انجام داد، ولی تقریبا ما عمل ابدومینوپلاستی یا کشیدن پوست شکم بدون لیپوساکشن نداریم. لیپوساکشن باعث میشه عمل قشنگتر شه، قسمت‌های پهلو خالی تر بشه و وقتی ما پوست رو میکشیم حالت زیباتری پیدا کنه. نکته مهم اینه که وقتی ما لیپوساکشن رو وارد پروسه ابدومینوپلاستی میکنیم، همیشه یه ریسکی میره بالا و اون ریسک به علت اشکال خونرسانی در یک ناحیه مثلثی زیر ناف که اون ناحیه ریسک سیاه شدن داره. تقریبا میتونم بگم هیچ جراحی نمیتونه ادعا کنه که این اتفاق براش نیفتاده. تکنیک جدیدی برای لیپوساکشن تو چند سال اخیر اومده که این تکنیک علاوه بر شکل زیباتری که میده برای بعد از لیپوساکشن به پوست شکم و قبل از انجام ابدومینوپلاستی، با توجه به نگاه جدیدی که به سیستم خونرسانی پوست شکم داره، ریسک این سیاه شدن ناحیه مثلثی رو خیلی کم کرده که ما خودمون دیگه الان از این از این تکنیک استفاده میکنیم و از وقتی که این تکنیک استفاده میشه این ریسک خیلی تقریبا ما دیگه کیسی نداشتیم که اون ناحیه پایینش دچار این مشکل بشه. یه نکته دیگه در رابطه با اعمال جراحی شکم، ناحیه نافه. معمولا یکی از ناخوشایندترین قسمت‌های اعمال جراحی شکم نتیجه‌ای که ما توی ناف داریم و اونم ما تازگی از یه تکنیک جدیدی استفاده میکنیم توی یک دو سال اخیر که ناف رو خیلی عمیق‌تر و قشنگتر میکنه و طبعا خط عمل توش دیده نمیشه. یکی از نکاتی که همه سوال میکنن تکنیک‌های مختلف لیپوساکشن. ببینید، از سالهای خیلی دور که فرانسوی‌ها متوجه شدن میشه یک مایعی در زیر پوست شکم و در ناحیه چربی زد و بعد اون ناحیه رو ساکشن کرد. خب این خیلی کار سختی بود و طاقت فرساست و معمولا جراحا زحمت خیلی زیادی میکشن. من خودم وقتی این کار رو انجام میدم حدود 3-4 ساعت واقعا شبیه ورزش سنگین میمونه. از اون من سعی کردن از روش‌های استفاده کنن، لیزر رو اضافه کردن به انتهاش یا یه حرکت کوچیک ظریف در انتهای لیپوساکشن گذاشتن یا از امواج ماورای صوت استفاده کردن. تمام این تکنیک‌ها که به عنوان لیپوماتیک یا لیپوساکشن با لیزر یا روش‌های دیگه است، در حقیقت راحت تر کردن کار جراحه و هیچ تأثیری توی نتیجه آخر نداره. ریسک کمتر نمیکنه، برخلاف چیزی که خیلی شایع است همه میگن ریسک آمبولی همونه، خطرات همونه. یه مقداری ممکنه تایم عمل کوتاه‌تر بشه و بیشتر این به نظر میاد که بحث اینه که هر جراحی با چه تکنیکی راحت‌تر درنشه. بیمارا بیشتر باید ببینن که جراحشون با چه تکنیکی راحت ترین کار انجام میده. من خودم شخصا لیپوساکشن به نظر من تکنیک بهتری، کنترل بهتری از اون یک نواختر در میاد. اون پستی بلندیه که خیلی وقتا با اعمال لیپوماتیک اینا میبینیم معمولا دیگه بعد از جراحی ما نمیبینیم تو پوست یک نواختره، مخصوصا بعد از چند ماه است و تکنیکی که ارجح من اونه. ولی خب اگه بیماری مصر باشه از تکنیک دیگه استفاده بشه هیچ اشکالی در این زمینه وجود نداره. طرف میشه با پزشکش صحبت بکنه و پزشک از اون امکانات استفاده کنه، ولی این هیچ تأثیری در ریسک عمل و در سایر موارد نداره. فقط یه مقدار کار جراح رو راحت تر میکنه و شاید یه مقدار کمی تایم عمل رو کوتاه‌تر میکنه. یه نکته مهم دیگه‌ای که معمولا در رابطه با اعمال زیبایی شکم سوال میشه، خیلی دوست دارن که چند تا عمل رو با هم انجام بدن. ببینید، شما وقتی یه عمل زیبایی شکم انجام میدید خودش حدود 3 ساعته. اگه بخواید ناحیه پشتم ساکشن کنید که یک نواختر در بیاد، یک دستر در بیاد، یه عمل 4-5 ساعته تا 6 ساعته ممکنه باشه. در نتیجه ما یه اصل کلی داریم، اعمال بالای 3 ساعت معمولا یه مقدار ریسک بالاتری دارن. کسایی که با اصول جراحیشان ترجیح میدن که چند تا عمل رو با هم انجام ندن، به خاطر اینکه به هر حال
اجتناب ناپذیری که ریسک یه مقدار بره بالا. من خودم تو بیماران معمولا توصیه میکنم که اعمال شکم رو با سایر اعمال زیبایی با هم دیگه یک جا انجام ندن، اگه ترجیح میتونن تو 2 مرحله انجام بدن. یه نکته مهم دیگه هم که از اعمال زیبایی شکم یه مقدار دردش از سایر اعمال بیشتره. مثلا اعمال زیبایی پستان ما معمولا انجام میدیم، بیمارا خیلی درد زیادی ندارن، مخصوصا با اون تکنیک اختصاصی که ما انجام میدیم. ولی خب مسئله درد در اعمال شکم اجتناب ناپذیره و وقتی این 2 با هم انجام میشه یه مقدار برای بیمار تحملش سخت‌تر میشه، بازگشتش سخت‌تر میشه. در نتیجه توصیه کلی اینه که اعمال شکم و اگه حالا یه ساکشن پشت همراه باشه از اینا به تنهایی انجام بشه و اعمال سایر اعمال زیبایی تو مراحل بعد. خب خیلی متشکرم از اینکه به این توضیحات توجه کردید. انشالله تو مراحل بعدی راجع به اعمال زیبایی پستان، پروتز ها اینا توضیحات اضافه تری خدمتتون خواهم